بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نفر خواهر اسلامی شما ختم کرده دانشگاه اسلامی به نام امام ترمذی شهر دوشنبه هستم. من سال 2004 به خواست پدر و مادرم با جوانی به شوهر برآمدم. مادر یک پسر دوست رو یک هستم و 1 سال می شود که در خانه پدر و مادر خود زندگی دارم. حالا شوهرم جواب مرا دادگی نیست، اما من دیگر با او زندگی کردن نیستم. سوال من با شما چنین است: شخصی که عائله مسلمان را ویران سازد، گوید که تو زنت را سر ده، من خودم تو را زن میدهم و دیگر گپها، پاداش کار او چیست؟ حال آنکه لانه گنجشک را ویران سازند چقدر بی‌ضابطه می شود. شما تصور کنید استاد خانه آدمیزاد را ویران میکنند. فرزند من هیچگاه گرسنه و لوچ نمیماند. خداوند رازق است و فرزند من همه چیز میرسد، تنها مهر پدر نمیرسد. شوهری که زن نکاحی خود را با زنا تهمت میکند، با گپهای اپش گوش کرده فرزند حلالی خود را حرامی میگوید و از فرزند خود روی میگرداند. خداوند با آن خیل شوهر چی مناسبتی دارد؟ استاد التماس کمی هم که باشد در این خیل آدم ها سخن گویید، آنها را نصیحت کنید. ممکن که یعنی من در بین زنهای مسلمان نشسته باشد و نصیحتهای شما را شنیده خطاگی خود و دادرش را فهمد و حس مسلمانی در او بیدار گردد. و استاد شما در حق من دعا کنید، شاید که دعای شما و گوش پروردگار مهربان رسد و این چنین به فرزند من هم دعا دهید که مثل شما فرزند صالح با علم و تقوا و با ایمان به وایه رسد برحمتک یا ارحم الراحمین. یعنی این خواهر گویم یک مصیبت خیلی وزنینه که جدا شدن، خانه ویران شدن، خیلی البته مصیبت وزنینی هست. چگونه که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگوید، یعنی ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است، لیکن بدترین حلال ها در نزد پروردگار این طلاق است. یعنی چگونه که ما برای همه شما چندین بار گفته گذاشتیم که این نشانه جوانمردی، این نشانه غیرت، این نشانه ایمانداری شما نیست که شما زنهاتان طلاق دهید، شما زنهاتان از خانه پیش کنید. یعنی فرزندها و زنهای شما آواره و به گویم مهر پدر دور از نصیحت و از تربیه شما دور می شود. این فقط و فقط به ضرر اسلام و به ضرر این جامعه ما و شما هست. هیچگاه دادرای عزیز و برادرای مهربان به طلاق هیچ وقت نزدیک نشوید. و این شخصی که زن خدا تهمت میکند و میگوید فرزند تو حرامی است و تو مثال زناکار و دیگر هستی، حبیب خدا یک حدیثی دارد: اجتنبوا 7 الموبقات. شما از 7 چیزی که هلاکتان میکند، در دنیا و در آخرت شرمنده تان میکند، از این 7 چیز دور باشید. یکی از اونها چیست؟ حذف المحسنات المؤمنات الغافلات. یکی از اونها تهمت کردن زنی که وای بیچاره درک ندارد، نه به زنا نزدیک شده است، نه فرزندش از راه حرام است، فقط و فقط در تهمت گرفتار شده است. حبیب خدا گفت این تهمتگر از جمله این 7 نفری هست که در دنیا و در آخرت وای هلاک می شود. و در پیشگاه پروردگارش برای این جنایتی صادر کردهش، برای این تهمتی کردگیش البته جواب میگوید. لیکن گویم آن اپایی که یا دادری که یعنی با این کار دست زدن، از زن جدا شدن، من برای تو زن میدهم، تو را صاحب زن میگردانم، یعنی اینها گویم اینم نشانه ایمانداری نیست، اینم نشانه مسلمانی نیست. مسلمان ها چگونه که من در جمعه گذشته برای شما کمی از مهربانی، کمی از اتفاقی مسلمان ها صحبت کردم، باور کنین این نشانه
ایمانداری نیست. حبیب خدا میگوید لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. ایمان ندارد یکی از شما تا زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادر مسلمانش دوست ندارد. آیا همین اپایی که گوییم این دادر خدا خانه خراب کرد، خانه جدا کرد، آیا وی دوست می‌دارد که خواهر او را داماد اونها به این احوال اندازد؟ آیا دوست می‌دارد؟ البته دوست نمی‌دارد. مادامی که خانه ویرانی خواهر خودت را دوست نمی‌داری، باید خانه ویرانی دختر همسایه را برای خودت روا نبینی. این نشانه ایمانداری ما و شما است. این غمخواری است. باور کن این دشمنی است، این کینه است، این حسد است، این بدبختی است که ما و شما نسبت کلین و نسبت گویم دختر مردم و ما و شما گویم دختر همسایه است، دختر عمکمان است، دختر یگان برادر مسلمانمان است. این گونه گویم عملها را وقتی که ما و شما جاری میگردانیم، این نشانه بی ایمانی و ضعیف ایمانی ما و شما را نشان میدهد. بسیار نیک می شود که اگر همون اپه است، دادر است، وقتی اگر صحبت ما را شنود و حیات اینها را برقرار کند، به خدا قسم در نزد پروردگار اجر خیلی جزیلی را، یعنی گویم بی نهایت یک اجر کلانی را برخوردار می شود. وقتی که با یک خانه را شما گویم که چیکار میکنین؟ باز پیوست میکنین. در اسلام دروغ گفتن حرام است، لیکن برای یک زندگی را برقرار کردن باور کنین حبیب خدا اجازت میده که دروغ گویید تا که زندگی یک زن و یک مرد یک جایه شود. حال آنکه خداوند ویل برای کاذبان، ویل برای دروغگویان خوانده است. دروغگو را حبیب خدا منافق گفته است، لیکن در حالت برقرار کردن یک زندگی اسلام رخصت میدهد که شما دروغ استفاده برید. برای همین اگر این خواهر است، این اپه است، اگر این زندگی را برقرار کند، انشاءالله در نزد خدا ثواب خیلی کلان